و مدیر قنسول امریکا از من یک سوال پرسید: آیا قبول میکنی که اسامه تروریست بود؟ من گفتم اگر منظورتان از ترور مردم بیگناه است، شخصا اسامه را نمیشناختم، نه رفیقم بود نه هم دشمنم. قرآن در سوره حجرات سوره 49 آیت 6 میفرماید وقتی چیزی را میشنوین قبل از اینکه به شخص سوم را انتقال بدین او را تحلیل کنین. نمیتونم نظر خود به گفته بی بی سی و سی ان رعایت کنم. خودم شخصا نه طرفدار اسامه بودم و نه هم علیه او، به خاطر که او را نمیشناختم. اگر راجع به او تحقیق میکردم و از من نظر میخواستن میتونستم چیزی بگویم. بعضی چیزایی که رسانه ها میگن حقیقت میباشه، ولی بعضی چیزها واقعیت نمیباشه. وقتی به اینترنت مراجعه کنین کار 11 سپتامبر کار داخلی قلمداد میکنن. بعضی میگن که حتی خود جورج بوش در این قضیه دخیل بوده. با نظر به این طوری گفته نمیتونیم که جورج بوش در این کار دخیل بوده. وقتی راجع به افغانستان اگر ثبوت بخواین، جورج بوش و تونی بلیر میگن که و تونی بلیر پس این بالای پاکستان مندازه. اگر قبول کنیم که کار 11 سپتامبر از اسامه بود، پس کی و کدام دین اجازه را داده که به خاطر یک نفر هزاران نفر بیگناه را بکشین؟ کدام دین؟ کدام دین؟ و ما از تلویزیون ها میبینیم که میگن ما به افغانستان حمله میکنیم و هزاران فرد میکشیم. در سی ان ان و بی بی سی کاملا واضح است. اگر از ما بپرسین که کی در جهان تروریست درجه یک است، من میگم جورج بوش. و در روزنامه های استرالیا در سرخط چاپ شده بود که ذاکر نایک خود مسلمان بنیادگرا خطاب میکنه و جورج بوش تروریست درجه یک قلمداد کرد در سرخط. در زمان حضرت محمد صلی الله علیه وسلم دو دشمن اسلام به نام عمر بودند. محمد صلی الله علیه وسلم به الله دعا میکنه که به یکی از این دو عمر هدایت نصیب کنه و حضرت عمر رضی الله تعالی عنه خلیفه دوم اسلام مسلمان شد و دعای ما است که خداوند به جورج بوش هدایت نصیب کنه. مشکل ما مسلمان ها است وقتی لب باز میکنیم نمیفهمیم که چگونه لب خود باز کنیم. اگر ما بگویم که خداوند به جورج بوش هدایت نصیب کنه مقصر میدانه، من میگم که خداوند به تونی بلیر هم هدایت نصیب کنه. خداوند برای هر دوشان هدایت نصیب کنه، خداوند راهنماییشان کنه. پس مشکلی است که ما سیرت محمد صلی الله علیه و سلم نخواندیم. فرض کنید اگر عمر دشمن سرسخت اسلام بود، وقتی مسلمان شد حامی سرسخت اسلام شد و لقب فاروق کسب کرد. فرض کنید فردا جورج بوش مسلمان شود، کار نیک است، چرا او را بکشیم؟ بنابراین به الله دعا میکنیم به او هدایت نصیب کنه و به تونی بلیر هم. و راجع به موضوع عراق که او را هم محکوم میکنیم. چیزی که در عراق واقع شد، گفتن اسلحه ضربی دارن، هیچ اسلحه ازشان پیدا نشد. اما چی شد؟ ما موافق هستیم که رئیس جمهور قبلی عراق صدام حسین مسلمان درست نبود، موافق هستیم که شخص خوب نبوده. اما امروز یک فرد عراقی اگر ببینیم به ما میگه که در زمان صدام حسین اوضاع خراب بود اما حالا خرابتر شده. اوضاع بد بود ولی حالا بدتر شده. دزدی زیادتر شده، مشکلات زیادتر شده، بالای بیشتر خانم‌ها تجاوز صورت میگیره، بی‌امنیتی زیادتر شده. فکر کنیم که آنها به نام تروریسم، صلح و جنگ چیز دیگه نمیکنن، بلکه شکل آشکار تروریسم تشکیل میدن و هیچ کس لب باز نمیکنه. اگه ای که 15 نفر در لندن کشته میشه کار خوب نبود، ما او را محکوم میکنیم. اگر کسی گفت که 2 دقیقه سکوت اختیار کنیم، ما موافق هستیم. به خاطر افغانستان و عراق چقدر سکوت اختیار کنیم؟ اگر 15 نفر در لندن کشته شدن، ما 2 دقیقه سکوت اختیار میکنیم. چیزی که واقع شد غلط بود، ما او را محکوم میکنیم. ولی فکر کنیم که هزاران نفر در افغانستان و عراق کشته شدن. در گجرات بیش از تعداد اشخاصی که در 11 سپتامبر کشته شده بود کشته شدن. 5 یا 10 هزار مسلمان کشته شد. هزاران زن مورد تجاوز قرار گرفت. آیا رسانه های بین المللی راجع به آن چیز گفتن؟ بله، چند تصویر نشان دادن و بس. خسارات مالی که در گجرات به وقوع افتاد از خسارات مالی مرکز جهانی خیلی بیشتر بود. راجع به آن کی چیزی گفت؟
بنان اگر یک بریتانیایی یا اروپایی کشته شد، کدام فلسطینی، عراقی، افغانی اگر کشته شود، در اسلام زندگی تمام انسان ها یکسان می باشه بجز به تقوایشان. الله جل جلاله در سوره حجرات سوره 49 آیت 13 می فرماید: یا ایها الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند الله اتقاکم ان الله علیم خبیر. ای انسان، ما تو را از یک مرد و زن خلق کردیم و شما را به شعبه ها و فرقه ها تقسیم کردیم تا یک دیگر خود بشناسین، نه ای که از یک دیگر برتری بگیرین. و بهترین شما به نزد خداوند کستان است که با تقواترینتان باشه. و یگانه دلیلی که یک انسان از انسان دیگر برتری میگیره جنسیتش نیست، ثروتش نیست، رنگ جلدش نیست، ملیتش نیست، بلکه تقواش می باشه. خدا ترسی، پرهیزگاری و نیکی او است. عین چیز است. چند نفر اروپایی وقتی کشته میشه در سرخط قرار میگیره. هزاران فلسطینی و افغانی وقتی کشته شدن هیچ کس حرف نمیزنه. چرا دو قضاوتی؟ خلاف چیزی که هستیم دوبینگی است. چیزی که در لندن شد ما او را محکوم میکنیم، چیزی که در نیویورک رخ داد او را هم محکوم میکنیم. اما ما چیزی که در افغانستان اتفاق افتید او را هم محکوم میکنیم. چیزی که در عراق و گجرات اتفاق افتید، وقتی رسانه ها گزارش میگیرند آنها کسای منحرف شده را و او را در سرخط قرار میتن. اول میپرسن که آیا مسلمان هستی یا بریتانیایی؟ جواب غلط نیست ولی با حکمت باشه. اما ما به شکل دیگه جواب میتم. اگر از ما بپرسن که آیا اول هندی است یا مسلمان، اگر کسی کدام وقت دیگه از شما پرسید که آیا اول مسلمان هستین یا اول بریتانیایی، از او بپرسین که آیا شما اول مرد هستین یا بریتانیایی، جواب چی خواهد بود؟ مرد؟ خیر شما بریتانیایی نیستین، از ملتتان میگردین. جواب به نفع خود دور بتین. چرا آیا شما یک عربی هستین یا مسلمان؟ اول مسلمان هستیم. به این معنا نیست که در بریتانیا اول مسلمان هستید بعداً بریتانیایی. در عربستان هم اول مسلمان هستین بعداً عربی. در دبی اول مسلمان هستین بعداً اماراتی. در کویت اول مسلمان هستین بعداً کویتی. باید جواب را به نفع خود بگردانیم، ولی بدبختانه ما نمیدانیم. چنان که الله گفته با حکمت حرف بزنیم و به این طریق میتونیم قناعت جانب مقابل حاصل کنیم. و رسانه ها چی میکنن که افراد منحرف جامعه را انعکاس میتن. و راجع به سوال دومتان که راجع به اینکه حجاب نپوشن چی بگویم؟ رسانه ها چی میکنن که افراد منحرف جامعه را انعکاس میتن. مثلا بعد از 11 سپتامبر یک بررسی که در کانادا صورت گرفت، تقریبا بیشتر مسلمان ها گفتن که این کار غلط بوده. فقط یک بچه در حدود سن 14 سالگی گفت که این کارشان خوب بود و این حرف در سرخط خبرها نشر کردن. و نظر به سوالتان، شاید 99.9 عالم دین در بریتانیا بگه که زنان نباید حجاب خود دور بسازن. اگر یک شخص فتوا بده که حجاب نپوشین او را در سرخط قرار میتن. این عمل شیطانی رسانه هاست. از هر مسلمانی که بپرسین چرا حجاب نپوشن، و رسانه ها چی میکنن که چند نظر غلط را نشر میکنن که این نظر شریعت اسلامی است که حجاب نپوشین. چرا حجاب نپوشین؟ تا ای که مورد تجاوز قرار بگیرین. اگر همین علتش باشه پس شما را خوش آمدید میگیم. ما نمیخواهیم که زن ما مورد تجاوز قرار بگیره. پس باید بفهمیم که رسانه ها چی میکنن. بله در تمامی جوامع مردمای منحرف شده وجود داره و ما باید این بفهمیم که چگونه جواب بدیم. اما در چنین حالات که چرا حجاب نپوشند، باید زنها حجاب کنند تا احترام شوند، باید سادگیشان حفظ شود و در چنین حالات باید بیشتر هویت خود حفظ کنند و به بهترین نحوه از اسلام پیروی کنند. آرزو میکنم جواب سوال گرفته باشید.